مهاجران تاجیکی در شهر کالینینگراد روسیه برای برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند پس از 5 ماه تأخیر معاش خود را دریافت کردند. روز 17 ایول این مهاجران از پرداخت نشدن معاش 5 ماهشان بر رادیو آزادی شکایت کرده بودند. در این ورزشگاه بیش از 100 مهاجر تاجیک کار می‌کند. سعید حکیموف یک مهاجر 45 ساله تاجیک که در ساختمان ورزشگاه کالینینگراد کار می‌کند، روز 9 آگوست گفت که هفته گذشته کارفرمایان با مهاجران تاجیک و ازبک معاششان را پرداخت کرده، اینچنین وعده دادند که آینده در پرداخت حق زحمتشان تأخیر نمی‌کنند. سعید حکیموف گفت معاش آنها از روی ساعت کاری حساب شده، خود او ماه تخمیناً تا 30,000 روبل معاش دریافت می‌کرد و حالا تمام حق زحمتش را به دست آورده است. سعید گفت که بعد 5 ماه تأخیر تازه توانست برای عزیزانش در تاجیکستان مبلغ فرستد. سبب دیر پرداخت شدن معاش مهاجران را کارفرمایان به تأخیر در دریافت مبلغ بودجه دولت روسیه ربط دادند. مهاجران گفتند که دوام 5 ماه انتظاری همیشه وعده می‌شنیدند که در آخر ماه حق زحمتشان پرداخت می‌شود. فیردوس جباروف یکی از این مهاجران گفت که نقشه های زندگی آنها در پی دیر پرداخت شدن پول با مشکل پیچید. او گفت برای مراسم عروسیش پول قرض گرفته وعده برگرداندن آن را دوام 3-4 ماه داده بود، ولی نتوانست قرضش را سری وقت برگرداند. مهاجران تاجیک میگویند بعد این حادثه امیدوارند که دیگر چنین مشکل پیش نخواهد آمد. اکثر آنها آماده هستند در صورت پیش آمدن چنین مشکل کار را ترک کنند و در جستجوی کاری نو شوند. هرچند با سبب بحران اقتصادی روسیه پیدا کردن کار برای آنها آسان نیست، ولی نمیخواهند در شرایط نامعینی و بدون مبلغ کار کنند. ورزشگاه شهر کالینینگراد را که تا آخر سال 2017 باید ساخته شود، بیش از 500 شهروند جمهوری‌های سابق شوروی از جمله تاجیکان می‌سازند. کارفرمایان این ورزشگاه نیز در صحبت با رادیو آزادی پرداخت هرچه زودتر مبلغ مهاجران را وعده کرده بودند. قهرمان رازوموف، سرکاری که بیشتر تاجیکان زیر دست او در این ورزشگاه کار می‌کند، روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفته بود معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت می‌شود. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است. ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت پرداخت نشدن معاش از جانب کارفرمایان گاه مشاهده می شود و در یک سال اخیر آنها بیش از 50 میلیون روبل را از کارفرمایان به مهاجران برگردانیدند. این مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت اکثرا شرکت‌های خصوصی از پرداخت مهاجران سرپیچی می‌کنند. ساختمان ورزشگاه برای مسابقه جهانی فوتبال 2018 در 12 شهر روسیه 2 سال باز ادامه دارد. روسیه سال 2014 در پی قرعه کشی در برزیلیا میزبانی بازی جهانی فوتبال 2018 را بر دوش گرفت. در ساختمان ورزشگاه ها صدها تاجیک کار میکنند، ولی بار اول است که یک گروه مهاجران تاجیک از پرداخت نشدن معاششان از چنین یک طرح ساختمانی شکایت میکنند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600,000 و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تأمین میکنند.